تو 17 ساله کشوری ذکر شده اندر میدان رقابت خواهند شد و البته بازی دسته ها نکته نمایم در جای اول چگونه که گفتیم نورسان تو 17 ساله کشور ما هستند و در بازی کنندگان رقابت نیز در همین ورزشگاه صورت گرفت در ورزشگاه دوستلیک در شهر توشکند و 4-0 منتخب تاجیکستان توانست در همون دیدار با پیروزی با فایده نورسان تو 16 ساله کشور ما تعیین کرده می شود. فرصت خیلی خوب بود. حرکت های کاپیتان تیم شجاع به داخل جریمه گاه وارد می شوند و ببینید که در آخرین فرصت اینجور ضربه از بیرون جریمه گاه با سمت دروازه در این مسابقه پیدا کند. ضربه به سمت دروازه بود گرفته. توپ را بوی نورسان کشوری ما پاس به داخل جریمه گاه ضربه با سر و گل. با میان آمد. ببینید که چگونه توپ را از رقیبان را بود. شاروخ لطیپوف هم در ادامه بود از جانب بازیگر نورس تیم ما اما موفق نشد. اکنون اینجا امکانیت برای رقیبان پیدا می شود. ضربه به سمت دروازه و کنار چپ برده می شود. ادامه حمله. فرصتی نوبتی برای نورسان تو 16 ساله کشور ما و گل. باز هم بهشت رجبزاد در بازی امروز با وجود آمد ادامه یافت و چگونه شود که بازیگران افغانستانی حمله نوبتی خود را ادامه دهند. گزارش ها و دروازه‌بان دست را بنگرید که چگونه میتوانند توپ را صاحب شوند. بله شاروخ لطیپوف پس به سیاوش نظرف پرتاب به داخل جریمه گاه. یک ضربه دیگر چند راست بود اما سخت و از جانب عزیز جان شدیف ارسال در سطح چندان عالی نبود. یک ضربه دیگر در از جریمه گاه بیرون نمایند. گزارش خوب دیگر و باز هم دروازه‌بان ما باز هم رمضان عبدالله زاده با بازیگزاری این حالت انجام داده می شود. پس جوابی پاولیم جان نولیموف پرتافت به داخل جریمه گاه. یک امکانیت دیگر و چگونه این فرصت با گل به انجام نمیرسد. دروازه‌بان امکانیت نوبتی برای بازیگران تو 16 ساله تاجیکستان. چگونه فرصت بود تا برای ملی پوشان تو 16 ساله تاجیکستان پرتافت پاولیم جان نولیموف. بازم یک سال دیگر از جانب بازیگر شماره 17 پرتافت انجام داد و با اصول خیچی میخواست ضربه زند اما موفق. توپ را باید در اجرای بازیگران تیم افغانستان فرصت برای نو پیدا می شود. باز هم هنرنمای خوب رمضان عبدالله زاده و در داخل جریمه گاه قاعده بازی با مقابل بازیگر تیم افغانستان با مقابل بازیگر شماره 11 تیم افغانستان غیر ضربه او و متاسفانه تو با دروازه وارد شد. دو به توپ رسید اما نتوانست آن را برگرداند. پرتافت بلند به خط حمله. یک امکانیت خوب گلزنی دیگر اینجا برای ما پیدا می شود. پاس هم بهشت رجبزاد اما اینجا هجوم نوبتی تیم افغانستان را توجه میکنیم. کاپیتان تیم پس او یک گزارش دیگر ضربه به سمت دروازه و متاسفانه حساب برابر می شود. گل اول تیم افغانستان را حیدری زد. پس به خط حمله و توپ را خوب اداره کردن نتوانست بهشت رجبزاد اما به هر حال توپ را پس داد. یک ضربه دیگر از بیرون جریمه گاه امکانیت و گل با دروازه وارد شد. ضربه سخت و مستحکم میزند بازیگر شماره 11 بازم فردوسی حلیموف با توپ. ضربه با اصول توپ دور اما برتری نگاه داشته شود. ادامه حمله تیم افغانستان به سمت جریمه گاه وارد میشوند. ضربه از بیرونی اون و با همین تمام دوستان عزیز بردیم امید دیف دوباره اساسی صدای اشتراک خود رو بلند میکنه و تا دیدارهای بعدی سلامت و موفق باشید. خیر.